سنت‌های فطری. الله متعال خصلت‌هایی در فطرت انسان نهاده که در نظر دانشمندان ضرورتی است که به وسیله آن انسان بهترین صفات و زیباترین شکل را برای خود حفظ می‌کند. سنت‌هایی که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها برایمان خلاصه کرده است و از رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین نقل کرده: 10 چیز از خصلت‌های فطری است: کوتاه کردن سبیل، گذاشتن ریش، مسواک زدن، آب در بینی کشیدن، کوتاه کردن ناخن‌ها، شستن مفاصل انگشتان، کندن موی زیر بغل، تراشیدن موی زیر ناف، استنجا و مزمزه. به روایت مسلم. یکی از این خصلت‌ها مسواک است و آن چوب یا ساقه از درخت اراک است که برای پاک کردن دندانها از مواد چسبیده به آن و یا دور کردن بقایای خوراک و از بین بردن بوی بد دهن استعمال می شود که در نتیجه لثه را تقویت می کند و صدا را صاف و بدن را نشیط می سازد و فواید دیگری نیز دارد. و مسواک زدن در همه اوقات سنت است به دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم: در مسواک زدن پاکی دهان و رضایت پروردگار است. ولی استعمال مسواک در هنگام وضو کردن مؤکد می باشد به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم که فرمودند: اگر بیم مشقت بر امتم نبود امر می کردم تا در حین هر وضو مسواک بزنند. به روایت احمد. همچنین در هنگام نماز خواندن نیز مستحب است مسواک بزنیم به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم که فرمودند: اگر بیم مشقت بر امتم نبود امر می کردم تا در حین هر نمازی مسواک بزنند. به اتفاق بخاری و مسلم. مسواک زدن هنگام داخل شدن به خانه نیز از مستحبات است. مقدام از پدرش روایت می کند که به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها گفتم: نبی اکرم هنگامی که وارد خانه می شدند به چه کار آغاز می کردند؟ فرمود: به مسواک زدن. به روایت مسلم. همچنین پس از بیداری از خواب نیز مسواک زدن مستحب است. از حذیفه رضی الله عنه روایت شده که فرمود: نبی اکرم صلی الله علیه و سلم شبانگاه که از خواب برمیخواستند دهان خود را مسواک میزدند. به روایت بخاری. و هنگام خواندن قرآن نیز مسواک زدن مستحب است. از علی رضی الله عنه روایت شده که به مسواک زدن امر کرد و فرمود: نبی اکرم فرمودند هنگامی که بنده مسواک زده به نماز بایستد فرشتگان در عقب وی می ایستند تا به قرائت او گوش دهند و به وی نزدیک می شوند تا اینکه دهان خود را به دهانش می گذارند و آنچه از قرآن از دهانش خارج می شود در جوف فرشتگان قرار می گیرد. پس دهانتان را برای قرآن پاک کنید. به روایت بزار. از دیگر خصلت‌های فطری مزمزه است که آب در دهان کردن و حرکت دادنش را گویند و دیگری استنشاق است که با تنفس آب در بینی کشیدن را گویند. اما سومین خصلت فطری استنجا است که از بین بردن آثار آنچه از شرمگاه‌های پیش و یا پس انسان خارج شده به وسیله آب پاک را گویند. و چهارمین آن کوتاه کردن سبیل است که مراد از آن بسیار کوتاه کردن است، زیرا که در آن زینت، پاکیزگی و مخالفت با کافران است. و از دیگر خصلت‌های فطری ریش گذاشتن است، یعنی ریش را به حالش رها کردن و کوتاه نکردنش، زیرا که تراشیدن ریش حرام بوده و برای گذاشتنش امر شده است. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: سبیل‌ها را کوتاه کنید و ریش را بگذارید و با مجوسیان مخالفت کنید. ششمین خصلت فطری استحداد است، یعنی تراشیدن موی اطراف آلت تناسلی. ختنه واجب بر مردان نیز از خصلت‌های فطری است و آن عبارت است از بریدن پوست اضافی که سر آلت تناسلی مرد را می پوشاند. و مانند آن خفاض برای دختران است که به معنای بریدن گوشت اضافی زنان که در بالای موضع ادخال آلت تناسلی مردان می باشد، کاری است مسنون که از شهوت زنان می کاهد.
نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برای عتیه فرمودند اندکی ببر، به کلی نابودش مکن، زیرا که چهره را درخشش می دهد و برای شوهرش لذت بخش است. به روایت حاکم. هشتمین خصلت فطری کوتاه کردن ناخن هاست و نهمینش زائل کردن موی زیر بغل به منظور نظافت و پاکیزگی و از میان بردن بدبویی که با وجود موی پدید می آید. ناخنها و موی زیر بغل و زیر ناف را نتراشیدن و یا کوتاه نکردن سیبیلها به مدت بیش از 40 روز کراهیت دارد. از انس بن مالک رضی الله عنه روایت شده که فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما در گرفتن سیبیل، کوتاه کردن ناخنها، تراشیدن موی زیر ناف و زیر بغل مدتی تعیین کردند، این که نباید از 40 روز بیشتر تجاوز کند. دهمین سنت شستن براجم یعنی مفاصل انگشتان پشت دست و شستن چرکهای گوش و گردن و برخی دیگر از اعضای بدن است.